خب دوستان، من داشتم صحبت میکردم در مورد میم، پدیده برساخته اجتماعی میم و طنزی که افراد تولید میکنن به صورت کاملا ناخودآگاه و بدون هماهنگی خاصی. اینو بخواستم اینجا داشت صحبت میکردم، دفعه قطع شد. این قسمت دومش هست. پس ما اینجا در مورد سترکه صحبت کردیم که ریشه این سله الا سترکه، چشم حسود به ترکه، مربوط به شهرستان گلپایگان استان اصفهان هست و اینجا گفتیم که به چه زمانهایی استفاده میشه که در قسمت قبل بوده که من لینکش رو در توضیحات میذارم، چه در آپارات در یوتیوب میتونید ببینید. داشتم صحبت میگم در مورد اینکه میم، پدیده میم چیست. ببین میم یک ایمرجنت فنومنون بهش میگن اصطلاحاً. ایمرجنسی دید به اورژانس میرید، مریضی که اورژانس میارنش قرار نبوده بیمارستان بیاد، یه دفعه ناگهان به وجود اومده. ایمرجنت به این معنا هست. ایمرجنت فنومنون یک پدیده ناگهان برساخته شده، خود به صورت ناخودآگاه به وجود میاد، ناخودآگاه جمعی یک جامعه. به همین خاطر شما تو اینستاگرام میبینید مثلا همین داشته بگم یه گربه‌ای هست میچرخه روی زمین، هیچ کی نمیدونه این مثلا چرا جالبه، چرا اصلا خنده داره، ولی این استفاده می‌کنن روش، ولی همه میدونن که این خنده داره. مثلا توی آهنگای قدیمی رو پیدا میکنن، مال قدیم یک خنده کنه گل، اونو میارن ترند میکنن. تو این کسی اینا رو هماهنگ نکرده. یا همین مثلا یه چیزی هستش که کسی میرقصه، یکی یه دونه یه دل من، اونو میارن میذارن روی این گربه. بعد پارسال حتی همین آقای البته ایشون صحبت می‌کنه، شاید دیگه الان بلاگر شده، احمد مجدزاده بود اسمش، جدی می‌فرمایید؟ کسی هماهنگ نکرده بود که اینا بیاد میم بشه، ولی خودش میم میشه. پس میم یک پدیده است که خود بر ساخته است، خب یک پدیده خودش به وجود میاد. و میم، اگه من بخوام مثال بذارم، شو خیلی علاقه دارم به موضوعات فکری، به این چیز خیلی فکر میکنم که از نظر اجتماعی مثلا چرا همچین پدیده‌ای هست که نظرم رو شما خواهم گفت. یه مثال بزنم برای اینکه بدونیم امر برساخته به چگونه هست. ببین شما گندم میکارید برای اینکه گندم درو کنید، ولی کنارش کاه هم به وجود میاد. اون کاه پدیده ضمنی هست، خب ببینید برساخته هست. یا کاه گندم کاشتید که کاه درو کنید، در خرمنتون مثلا یه موجودی میاد پرنده تخم میذاره اونجا ها، شما برنامه‌ت این نبوده، یعنی خودش این پدیده خودش به وجود اومده. یعنی بحث من همش اینه که میم ها دو سال من فکر میکنم در مورد این موضوع که میم اصلا چه جوری در این جهان محصول سوشال مدیا است. یعنی فضای مجازی درست نشده بود که میم به وجود بیاد درونش، ولی انسان ها از فرقی رو تو در جهان الان میما هستن دیگه. صورت مثلا امبابه، اون فوتبالیست فرانسوی رو میاد مثلا تبدیل کنن به میم. یه کاری که یه فردی یه حرفی 20 سال پیش توی رسانه‌ای زده رو میاد. مثلا داریم در مورد کل جامعه انسانی صحبت میکنیم که میم رو به وجود میارن. این میم من فکر میکنم، حالا در مورد کشور خودمون رو من بگم، مثلا پدیده‌هایی که این چند ساله داشتیم، از نقطه نظر روانشناسی خیلی روشن این موضوع، فکر میکنم خیلی روشنه. ببینید شوخی در واقع شوخی نیست. این سنس آف هیومر منظورم نیست که مثلا آدم شوخ طبع باشه. شما با یک فردی که شوخی میکنید در واقع یه حس دیگه‌ای رو تبدیل میکنید به شوخی، تلطیف میکنید. مثلا ناراحتی دارید در مورد اون فرد، معمولا اینجوریه، دقت بکنید چون خودتون با کسی شوخی میکنید یه چیزی رو میخواید بگید ولی نمیگید، مثلا با ناراحتی، با خشم یا هر اونو نمیگید، به جای شوخی میکنید. پشت هر شوخی یک حس دیگه ای هست. همیشه اینجوری تو روابط خودتون هم نگاه کنید، وقتی با یکی شوخی میکنید یه چیزی رو میخواید بهش بگید یا یه چیزی رو میخواید نگید. خب این شوخی صرفاً به معنای، حالا تو این طنز تو سینما هم هستش ها، نشون دقت بکنید تو طنز درست حسابی شو منظورم، اینا بعضن چیزایی که الان در کشور ایران بعضن تولید میشه و تو زمینه کمدی که الان هست، ولی طنز در سینما در واقع میاد به مسائل اجتماعی و در یه قالب دیگه‌ای میاد طرح میکنه. خب و مثلا یاد خیلی مثلا سریالی که مهران مدیری ساخته، اینا همه یک نظراتیه که مهران مدیری داشته، یه جوری حس میکنم من، یعنی در قالب طنز میاد اعلام میکنه، داره میگه که مثلا چرا اینجوری هستید. مثال دارم میگم، شوخی همیشه در نقطه نظر روانشناسی به این صورت است که شما
یک چیزی رو میخواید نگید ولی شوخی میکنید، چیزی رو میخواید بگید ولی شوخی میکنید، که خیلی کار هنرمندانه ایه. به همین خاطر خیلی طنز تولید کردن کارش سختیه. حالا چه اتفاقی میفته؟ من اینو از زمانی که این آیه چیز میم شد بهش خیلی فکر کردم. یعنی این تئوری که مثلا جامعه شناسا میگن تئوری، میگن تئوری یا هر چیزی، اینی که نظری که دارن که میگن شوخی در واقع یک فقط شوخی نیست. اینو بردم جلوی این پدیده چون برای من جالب. اینو اولین نفری که باور کنید تو ایران اینو دید من بودم، نه که اولین آدمی که دید این در حوزه سوشال مدیا، رسانه‌های جدی. من پارسال همین موقع ها تو موضوعات انتخابات و اینا خیلی دنبال می‌کردم، مناظره ها رو اینا رو ایشون دیدم، بعد نه اومدم براش ویدیو درست بکنم، یه کشفش کردم حواله. اتفاقا همین الان به همین خاطر دارم این ویدیو رو هم، چون که پارسال از دست من رفت این موضوع، چون خیلی بازدید داشت. ایشون اومد مطلبی گفت، یاده بخوام تکرار کنم، در مورد مثلا ورزشگاه‌های اروپا. ایشون مثلا نظری داشت در مورد رفتن مثلا افراد به ورزشگاه‌ها. بعد از فرداش مردم اومده بودن همونو هی استفاده می‌کردن. اصلا جدی می‌فرمایید؟ مثلا می‌ذاشتنش رو مثلا موضوعات مختلف. بعد برام سوال بود که آقا چرا کسی نمیاد به مطلبی که ایشون گفته بپردازه؟ میپرداختن بعضن تو جاهای جدی ها، تو هم خود برنامه بس، ولی دیدم آقا انگار مطلبی که ایشون داره میگه انگار نادیده گرفته شده، فقط دارن طنز درست میکنن. بعدن بهش فکر کردم نقطه نظر همین فلسفی ندیدم، او اتفاقا دارن میشنون چیزی که داره میگه رو این فرد داره میگه، چیزی که این فرد دارد میگوید، ولی وارد استدلال باهاش نمیشه جامعه. نمیاد بگه که در اروپا اتفاقا اونجوری بود. بعداً به خودم یه ویدیوهایی دیدم در همون هلند، فکر کنم نه هلند، همون نزدیک آلمان، یک کشورهای دور و بر آلمان و اینا بود دیگه. چیزی که ایشون داشت میگفت هستش واقعا، حالا نه به این شکلی که اگزاجره و خیلی اینجوری که دیگه حالا لوله کشیدم، ولی بالاخره لوله‌ای بود. من لوله رو در فیلم دیدم که در یک کشوری، حالا نمیدونم لوله به کجا وصل بود، ولی تبلیغات یک چیزی بود که حالا به صورت تبلیغاتی اونجا یه لوله هایی بود، اونجا خریدارانی که ورزشگاه رفته بودن اونجا خرید میکردن. خب ولی کسی نمیومد استدلال بکنه با ایشون، خب میم درست میکردن. من اونجا فهمیدم اتفاقا جامعه‌ای که میم درست میکنه از یه پدیده اتفاقا میشنوه، میبینه، ولی به جای اینکه وارد استدلال بشه با اون فرد شوخی میکنه و میارتش ذیل خودش. همین طور شد که شما دیدید آقای احمد مجدزاده به جای اینکه افراد بیان مثلا در اینترنت خیلی تون بگن که چرا تو این حرفو زدی، مثلا خانه‌ها چرا داری میگین خانه‌ها در ورزشگاه، این اووردن در دل جامعه، اینقدر باش چیزایی که اصلا ظاهرش هم تغییر کرد. کنید در برنامه فکر کنم اسمش برمودا هست، کامران نجف زاده است فکر کنم، پارسال عید اردیبهشت دیدیم که آقا یکم تیپش تغییر کرد و بعد چاپ الان دیگه سلبریتی شده، چیز داره، اینفلوئنسینگ میکنه، تیپش که دیگه اصلا کلا ریز دیگه شده. ببین میم، یعنی سوشال مدیا چه تأثیری میذاره. خوب شد دقت کنید دیگه این فرد از کجا اومد به کجا. خیلی پیچیده است این مسئله میم. خود ایشون دیگه وارد اون بحث دیگه نشد. یعنی من میدونم اگه میومدن مثلا بهش گفت آقا تو چرا این حرفو زدی، همه جامعه میومد گارد میگرفت چرا تو این حرفو زدی، چرا تو این حرفو زدی، این فرد شاید ادامه میداد به همون کار قبلش. خب ولی ایشون اومد در دل اجتماع تیپش میگم تغییر کرد. این همین آقای مجدزاده است که پارسال تلویزیون بود دیگه، یکی از برنامه‌های تلویزیون. حالا این مصاحبه‌ای که با این خانم شده در تلویزیون نبوده ها دوستان، می‌بینید خبرگزاری دانشجو هست اگه اشتباه نکنم، یا ببخشید یکی از خبرگزاری‌ها هست، خبرنگارش اونجا مصاحبه کرده بوده، این آرم یکی از خبرگزاری، حالا به هر حال ولی این تو در صدا و سیما. پس میم در واقع وقتی پدید میاد به نظرم که قصد شوخی داره برای این پدیده‌هایی که در رسانه ها هست، خب برای رسانه ها میاد. اگر یکی بود پارسال در همین موقع پخش شده بود، فیلمش قدیمی تر بود، این موقع پخش شده و میم شد. یادتون باشه فردی از ایرانیان لس آنجلس در همون اونجاها
با یه جوونایی اونجا درگیر میشه، بعد خودشو میزنه زمین و حرفای بد میزنه و اینا. اونم نیومده بودن باش دیالوگ بکنن، همونو کردن میم به حدی که طرف واسه خودش رو مصاحبه کرد و غیره. خب پس وقتی شما نخواهید با یک پدیده، یعنی به جایی که با اون پدیده استدلالی مواجه بشید، میاد میم درست بکنید. و جالبم هست اون، یعنی اون فرد رو دوست دارید که میاد باهاش این شوخی رو انجام میدید، ولی یه چیزی رو میخواید نگید که به عنوان بگم احساس مختلفیه که شما به جای ابراز اون احساس شوخی میکنید با اون کار. الان همین موضوع، این مطلبی که خانم میگه رو اومدن باش ریمیکس درست کردن، شاید چون راضی نباشه خانواده‌اش اینا، ما نمیپخشش بکنیم، ولی حالا خودشون شاید حالا بعدا اومد سلبریتی شد، بچه‌هاش و نواش اینا اومدن براش صفحه درست کردن اینا، اون موقع بحثش فرق می‌کنه، شاید خودش راضی نباشه. وگرنه کلی با این اومدن داب اسمش درست کردن و آهنگ ریمیکس درست کردن و اینا، میتونید سرچ بکنید پیدا کنید. حالا ما اینجا پخش بکنید به دلیلی که گفتم. ولی ریشه این مطلب اینه که در واقع مطلبی که ایشون گفت و کسی نیومد وارد باش مثلا بذارن تحلیل بکنن و غیره، یا پاسخ بدن یا مطلبی باش صحبت بکنن و اینا، ولی باش میم درست کردن. این خیلی پدیده جالبی بود. حالا من به شما میگم نظر خودم رو. ببین ایشون میگه که حالا تهران پایینه که برای فانه. مطلبی که ایشون میگه که در آمریکا پشه است. ببین آمریکا، خب ببین اینجا دیگه افراد نمیان اینجا صحبت بکنن در این بار. آمریکا کشور متخاصم هست نسبت به کشور ایران رسمی الان، خب این که مسلمه، ولی مطلبی که هست اینه که خب ما قدرت نظامی داریم، قدرت نظامیمون بیشتر هم شده تا سالهای اخیر، از یه نوعیه. ارتش امریکا هم از یه نوع دیگه قدرت نظامی داره خانم، که این برکت پوشیده نیست که چند هزار کلاهک اتمی داره، چه میدونم هواپیمای مثلا بمب افکن، چه میدونم که میتونه دو شبانه روز پرواز کنه داره، چندین ناو هواپیما برداره. خب یعنی ما میگیم پشه است، اینو میگیم از نظر نقطه نظر عقیدتی سرباز ارتش ایران، یعنی افسر ارتش ایران که میره لب مرز. من اینجا به جای اجتماع اینجا وارد گفتم، بله از این نظر افسر ارتش ایران با حقوق کم میره در 6 ماه از خانوادهش دوره، بعضن مأموریت مرزی با حقوق بسیار کم، به شدت کم. شما اگه ببینید سرهنگ ارتش حقوقش چقدر باورتون نمیشه. میره در منطقه مرزی که نمونهش نیست. از این نظر مطلب ایشون درست، یعنی در برابر اون انسجامی که نیروی نظامی ایرانی از نقطه نظر عقیدتی ملی گرایانه ما دیدیم، نمونهش رو در زمان 8 سال جنگ صدام با ایران دیدیم که اصلا برندگی ما در این بود که اون تجهیزات که اون کم نداشت، چندین کشور بهش تجهیزات میدادن از انواع اقسام سلاح‌های مختلف، از لوجستیکی، اطلاعاتی، خیلی شرق و غرب فرق نمی‌کنه، چه شوروی چه کشور آلمان و اینا کمکش می‌کردن. این طرف افراد ارتشی، این خلبانایی که ما داشتیم اینا که تجهیزاتشون چی بوده، درسته حالا نیرو هوایی داشتن، ولی برتری یگانه مثلا زمینی که ارتش صدام داشت قابل قیاس نبود اصلا با ما، که در اون 8 سال تجهیزات از قابل قیاس هیچ نظری. ولی چیزی که اونجا باعث قدرت ما بود مسئله انسجامی بود که در نیروها بود، در ذهن افراد بود، چه از نقطه نظر ملی چه از نقطه نظر عقیدتی. پس مطلبی که ایشون میگه دوستان از این نظر قبوله. چرا که در کشور آمریکا نیروی نظامی، مزیت نظامی بودن اینه که شما حقوقت بالاست، یعنی سر و دست میشکنن که برن تو ارتش. حالا اگه اون ارتشیه میره مثلا در ویتنام میجنگه یا در عراق میره یا در افغانستان میره یا میره در فلان پایگاهی در قطب شمال یا جنوب هست، قطب شمال فکر نمیکنم. خب حالا اونا هم مثلا چیزهای ملی دارن ولی به عنوان عقیدتی نیستن به این معنا. خب مزیت ارتش افسر ارتش آمریکایی براش پولیه، خب ولی مزیت افسر ارتش ایران معنویه.
حس ایرانیتشه. از این نظر مطلبشون درسته، ولی خب این هست که چی؟ بودجه نظامیشون به شدت بالاست، بمب‌افکن‌های آنچنانی دارن، ناوهای آنچنانی دارن، ناوهاشون که احتیاج به سوخت بنزین زدن ندارن، خودش با راکتوری داره حرکت میکنه. عرض به حضورتون که نیرو هوایی، چه میدونم، نیروی دفاع فضایی، چه میدونم، چیزای اینجوری داره. پس این آنچنان حالا پشه‌ای هم نیست. ولی حالا این حالا توی راهپیمایی بود و اینا خودش میدونه، افرادم میدونن. خب ولی این که ما بدونیم که اون ارتش کشور مثلا متخاصم تجهیزاتی داره، توان نظامی داره، ما هم توان نظامی داریم بنظر خود. حالا توان نظامی ما وضعیتش انواع جدیدترش اینه که مثلا پهپادها و اینا با هزینه کم ساخته میشه با حجم بالا. خب یا حالا مثلا در مورد موشک ها که الان صحبتش هست، خیلی در رسانه‌ها تر میشه، اینا بردهای مختلفی دارن، مسافت‌های مختلفی میتونن طی بکنن. خب اینا چیزایی که ما نداشتیم دیگه، در همون 8 سال جنگ ما نداشتیم اینا دیگه. خب اینو باید در نظر گرفت، یعنی همه چیز رو باید در نظر گرفت. و اینو حالا این مطالبی که من گفتم تا این چند دقیقه رو افراد نیومدن طرح بکنن، اومدن در مورد این موضوع طنز درست کردن. مثلا رقصیدن ترامپو میذارن رو آهنگی که درست شده، صلی علی ترکه، چشم ترامپ ترکه، روی صحبت کردن. به نوعی همراهی با این فرد بدون اینکه وارد استدلال ایشون بشن. این همین احمد مجیدزاده جدی میفرمایید. خب همراه شده بودن پارسال این موقع افراد با آقای احمد مجیدزاده، احمد خطر فکر کنم بشه، خودش اومد کشتی گرفت و کشتیگیر قدیمی بوده، همراه شده بودن باهاش، وایرالش میکردن بدون اینکه وارد از نقطه نظر استدلالی باهاش وارد مثلا گفتگو بشن. خب خیلی جالبه دیگه، یا گفتگو بشن یا اون استدلال رو بیان طرحش بکنن یا در موردش صحبت بکنن. ها این چیزی بود که من در مورد این موضوع فکر کرده بودم این چند ساعت، چند روز در این موضوع صلی علی ترکه. حالا اینم سرچ کردم، تو قسمت قبل توضیح دادیم دیگه که گلپایگانی ها به دو چیز اطلاق، حالا تکرار میکنم برای افرادی اون قسمت قبل ندیدن، چون قطع شد دفعه وسطش، یعنی به شک افتادم که ضبط داره میشه یا نه، استاپ کردم یه قطع شد. اسپند در واقع سه ترکه هست، سه ترکه. لهجه گلپایگانی ها هم بیشتر استان اصفهانه، ولی بیشتر همین نزدیک مثلا خمین و عراق و علی گودرز اینا هست، ببین میگن به ترکه. خب چشم حسود به ترکه. ا و عراقی ها بیشتر مثلا ا رو میگن ا. خب این لهجه که ایشون داره. گلپایگانی ها وقتی اسپند دود میکنن اینو میگن صلی علی ترکه. این من سرچ کردم نمیدونستم، صلی علی ترکه، چشم حسود به ترکه. حالا بعد واسه چت جی پی تی بیارم باش درباره این مسئله چشم زخم کلا، این که آیا مثلا دود اسفند این واقعا اینا مثلا چیز علمی داره یا چی، مثلا ریشش از کجا بوده. یکی وقتی این وقت بوده که این جمله رو میگن، یه وقت اینم شنیدم که وقتی که یک دامداری مثلا 3 بار گوسفندش زایمان میکنه بچه دار میشه، برای اینکه حسود چشم نزنه هم میگن صلی علی ترکه، چشم حسود به ترکه. اینم تصویر، حالا ما اینجا گفتیم اینجا بیاریم نمادین باشه. حالا 2 تا بزغاله است، بعد 3 تا مثلا می بود. اینم من شنیدم این دیگه اصلا بلاگرها میذاشتن دیگه تو همین اینستاگرام و اینا. اسپندم شنیدم، اینم شنیدم اینکه کلا استفاده میشه چشم حسود بهتره که صلی علی ترکه. من دیدم اینجا صحبت کردیم، پشه هم یعنی به صورت نمادین آوردیم اینجا، پشه هم اینجا باشه. خب اینم که این بود و اینجا هم که مسائل فکری رو ترک کردیم، چیز خاصی دیگه نداشت. قسمت قبل حیف شد قطع شد، من مجبور شدم که اصلا دو بدم. خب بگم چیزی یادداشت کردم، چیز دیگه هست؟ نه دیگه همین بود. حالا این ای آی اگه کار بکنه، گفتم امشبم راستی چیز میاد برای علاقه‌مندان به تکنولوژی، هوش مصنوعی ایکس توییتر امشب منتشر میشه. این چت جی پی تی مال شرکت اوپن ای آی، اون دیگه احتمالاً مال همین تسلا و ایناست. آره چشم زخم و اینا.
توضیح دادم. حالا اگه بشه بخوام این ویدیو رو ضبط بکنم در مورد اینکه کفن هدیه داده بودن به آقای هادی عامل، اونم در رسانه‌ها دیده شد چند ماه قبل. دیدم که بعد ما هم چند روز بعد متوجه شدم به کسای دیگه هم این هدیه رو دادن، برنامه بازپخش شده بوده، الان داره دیده میشه. بعد قسمت رائفی پورش منتشر شده بود در مورد اونم، اگه تو جوابی که رائفی پور داد خیلی جالب بود. اینا اگه بشه امروز درش ویدیو درست کنم. این کانالی که دارید می‌بینید در آپارات که نه، همین که دارید می‌بینید، ولی در یوتیوب یه کانالی فقط موضوعات مثلا فرهنگ هنری اینا درش. یعنی چون مثلا موضوع اجتماعی بود به نوعی ربط داشت به موضوعات جامعه و هنر و اینا، گفتم اینجا منتشرش بکنم، وگرنه فعالیت در یوتیوب در جای دیگه ای. آپارات همینجاست. حالا آپارات پیام دادن که لو هم هدیه دادن رو برام بگیرم اونجا، نه حالا پست میکنن. خب این پس کانال آقای مجدزاده اینجا ما معرفی کردیم، احمد آنلاین مجدزاده. حالا من خیلی امیدوارم این خانم حالا فرزندانشون، نوه‌هاشون، همسایه‌هاشون غیره بیاد صحبت بکنن که ایشون وارد مسئله سوشال مدیا هم بشه. خب ببین ایشون که هم اومده به عنوان یک خانم، شما نگاه کنید ببین جامعه ایرانی از این دید خدا که نگاه کنید الان به ذهنم رسید. خب زنان مثلا زمان 130 سال پیش نمیدونن مصاحبه بکنن توی خیابون، که اینکه خانم ها الان بیان مصاحبه بکنن توی خیابون، صحبت بکنن، نظرشون رو قرص محکم بگن در هر حوزه‌ای، خب این پدیده جالبیه دیگه. خب الان اتفاق خیلی خوبه که خانوم ها میتونن در واقع پیج داشته باشن، کانال داشته باشن، یا صحبت بکنن، نظراتشون رو بگن. از این نظر من امیدوارم که خانواده ایشون در واقع بیان پیج درست بکنه در زمینه‌های مختلف دیگه، مثلا همین آقای احمد. حالا آقای احمد مجدزاده کشتیگیر، ولی من فکر کنم پیج درست کنه در مورد ورزشه، ولی در موضوعات اجتماعی مثلا صحبت میکنه. ولی خب احتمالاً اینا براشون مزیت مالی هم داره دیگه فرد بازنشسته است دیگه. فکر کنم شاغل هست، در پارسال سرچ کرده بودم یادم نیست، ولی حالا به هر حال بعد مگه آدم بتونه درآمدزایی هم بکنه، کانال داشته باشن، میتونن مثلا تبلیغات اینا هم بذارن تو اینستاگرام، تبلیغات مستقیم مثلا آدم‌ها باید بذارن. یوتیوب و آپارات اینا برای آگهی خودش میاد، نمیدونم مثلا چی هست، ولی اونجا میتونن مثلا هم این میتونه افکتیو باشه از نظر که نظراتشون رو برسونن به جامعه، هم براشون دستاورد مالی داره برای همه انسان ها، اگه به هم تاثیر بزرگش روی خود شما هست، شخصیت شما متعالی تر میشه وقتی میاد جلوی دوربین صحبت میکنید و اینا، اصلا یه وارد مرحله دیگه از زندگیتون میشه. و اینو همه توصیه میکنم دوربین بذارید جلوتون، یه پیج درست بکنید، خیلی بزرگترین تاثیر رو خود شما میذاره. هر چیز یکی در زمینه آشپزیه، یکی در زمینه چه میدونم، من مثلا 10 تا کانال دارم، ولی هر کسی بالاخره یه چیز قصه زندگیش هست تعریف بکنه، چه اشکاله. هر کسی در یه موضوعی که موضوع ورزشی سر در میاره، که موضوع هنری، آشپزی، چه میدونم گلدوزی، هر کسی یه کاری بلده دیگه. حرف زدن که بلده، که هر انسانی که مثلا بتونه صحبت بکنه، دوربینم میتونه باشه دیگه. پس امیدوارم که در واقع همه افراد ایرانی توانایی داشته باشه که روی دوربین صحبت بکنن، با شجاعت سرشون رو بالا بگیرن، مطلبشون رو بگن عین این خانم، و بعدم در سوشال مدیا هم تاثیرگذار بتونن باشن. خب اینو خواستیم اینجا درش صحبت بکنیم، یعنی من صحبت بکنم و شما بشنوید. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. فایلش هم اگه سرچ بکنید پیدا میکنید، صلی علی سترکه، چشم حسود بترکه. خب پس ما اینجا با گلپایگان هم آشنا شدیم. اگه شما برید ویکی‌پدیا گلپایگان رو بخونید، اینقدر فرهنگ ریشه‌دار تاریخی اجتماعی مختلفی داره که شما حیرت میکنید. یه بار فکر کنم رفتم خیلی مدت قبل. حالا میمایی دیگر هم اگه طرح شد در چیز قدیمی که زیاد بازدید نداره، ولی خب جدیدا اینجا نقطه نظر جامعه شناختی، روانشناختی، اجتماعی اینا نظری داشتید کامنت ها بنویسید، ببینیم در موردش واسه صحبت می‌کنیم که هر میمی چرا به وجود میاد و بعضیش که واقعا بی معنیه. یه گرگ هست میرقصه با یک عباراتی آلمانیه، من ترجمه‌اش هم پیدا کردم، ولی یه چیز فرچ میگم چرا مثلا خنده داره گرگ میرقصه، بعد میذارنش رو موقعیت‌های مختلف، طنز موقعیت در اصل.
خیلی خلاقانه است. بعد نکته مهمی که همین الان به ذهنم رسید، همین چند دقیقه قبل از ضبط این ویدیو، به مردم ایران الان مشکلات اقتصادی دارن که هممون دیگه میدونیم دیگه و مواجه هستیم باش. این که تو شرایط خیلی خاص اقتصادی حوصله میم درست کردن دارن مردم ایران. شما به چقدر ریمیکس برای این موضوع درست شده، چقدر پست‌های وقت میبره دیگه بر ادیت کردن. این خودش خیلی تحسین برانگیزه. یعنی روحیه ملت این چقدر زیباست که تو شرایطی که واقعا خیلی سنگینن نقطه نظر اقتصادی، حتی حوصله طنز و این مثلا کارهای جالب انگیز و اینا رو داشته. این خیلی برام پدیده جالبیه. حالا اگه نکته‌ای مثلا من به ذهنم نرسیده بود در کامنت ها بنویسید. اینجا در اتاقایی که ویدیوهایی که موضوع مثلا فکری اینا هستن من اینو میذارم اینجا و در موردشون صحبت می‌کنیم. نظرات شما رو هم اینجا نشون میدیم. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. فعلا همگی خدا نگهدار.